هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، نصیحت مسعود ابن قیس رحمت الله علیهم به دخترش. مسعود ابن قیس ابن مسعود ابن خالد رحمت الله علیهم دختر خود را به عقد نکاح فرد از لقیط ابن زراره ابن عدس سر آورد و مهر او را 100 شتر قرار داد که بین آنها شتر پیر، ماده شتر بشیر و شتری که پشتش پرموی باشد نبود. بعد به نزد دخترش وارد شد، به دخترش گفت: دخترم، من تو را به عقد جوانی با عزت درآوردم، پس آنقدر به او نزدیک نشو تا تو را ملکه کند و آنقدر از او فاصله نگیر، یعنی دور نشو که تو را فراموش کند. من از تو میخواهم به خویشاوندانت نیکی کنی و در حق آنان شر و بدی را روا نداری. برای شوهرت مانند کنیزی باش تا او نیز برای تو مانند بنده باشد. هنگامی که به تو نزدیک می شود خود را خوشبویی کن و بدان که بهترین عطر برای زنان آب است. بعد خارج شدن گفت او را برای شوهرش آماده کند. هنگامی که او را نزد شوهرش بردند، دختر گفت: مرا به نزد پدرم ببرید تا با او سلام کنم. دختر را نزد پدرش بردند و دختر سلام داد و بازگشت. پدرش گفت: دخترم، بیا و آنچه را گفتم فراموش نکن. دختر نیز به پدرش گفت: ای پدر، در کودکی به من محبت کردی و در بزرگی مرا از خودت دور ساختی. هنگام جدایی بدترین توشه را برای من فراهم ساختی. پدر گفت: تو بر سرزمین می روی و به دشمنانت نزدیک می شوی. تو را با زنجیر از طلایی می برند و تو را می آرایند، یعنی زینت می دهند. آنگاه از نزد دخترش رفت. الاخبار الموفقیت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.